امروز میخوام یک تکنیکی رو بهتون بگم که مخصوص کسانیه که میخوان خوش صدا بشن. من همیشه وقتی که آهنگهای بانو هایده رو گوش میدادم به این دقت میکردم که چرا بانو هایده اینقدر لباشو باز و بسته میکنه. برام این سوال بود تا وقتی که با فن بیان آشنا شدم متوجه شدم که این خودش یک تکنیک داره، یک تمرینه برای اینکه کلام ما واضح باشه، تأثیرگذار باشه. دقت کردی بعضیا که میخوان حرف بزنن دندوناشون رو به هم قفل میکنن، شروع میکنن به حرف زدن. متوجه شدید؟ اصلا وضوحی نداره، اصلا متوجه نمیشه که این شخص چی داره میگه. پس برای اینکه صدای شما یک صدای جذاب، تأثیرگذار و واضح باشه تمرین خودکار رو انجام بدید. توی این تمرین میاد یک خودکار قبلش ضدعفونی کنید. یک خودکار برمیدارید و یک متن، آهنگ، شعر، هر چیزی که دوست دارید شروع میکنید به خوندن. خودکار رو یک دفعه به صورت افقی و یک دفعه به صورت عمودی در دهانتون قرار میدید. زیاد فشار ندید که به دندوناتون آسیب بزنید. بریم با هم این تمرین رو انجام بدیم. من چون این شعر رو خیلی دوست دارم میخوام با این شعر شروع کنم. یک شبی مجنون نوازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مستش کرده بود، فارغ از یوم ارستش کرده بود. خب بریم به اون شعر. سجده‌ای زد بر لب درگاه او، پر ز لیلا شد دل پر آه او. گفت یا رب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. تمرین رو هر روز انجام بدید تا صدای شما واضح و جذاب باشه.